گذر باسن به تزریقاتی میفته رفع. به پلیسی اساسیت کی نداری؟ نه زدم تا حالا. بچخ. چرا گفتی اساسیت نداری؟ چی شد؟ خب نه دفعه قبلم که زدم همونجوری میشد. استرو دادن استوری میذاری مثلا خیلی با کلاسی. خب از شیاف گذاشتن آمپول زدن هم استوری میذاری دیگه. آقای دکتر درد داره؟ شلگری نه. 1 2 3 4 5 برام گوش نید باسن صفحه چنده؟ آقا بیا تو رو خدایی داره هوا میکشه. آقا این سرم داره هوا میکشه. یکی بگیره قطع کنه آقا. چی جغداد میکنی چی؟ آقا این داره خب هوا میکشه. تمام شده دیگه چی خب هوا بکشه ماشین داری؟ نه ندارم. خانه داری؟ نه ندارم. پول داری؟ نه ندارم. تازه یکم بدهی هم دارم. خب یک هوا هم داره دیگه. چی شد آقای دکتر؟ باسن تنجل شد. دکتر مغز اعصاب خودت نمیگیره شما میگیری. سیش کن بخواب الان باسن سالاخ میکنه. همین نترسی آمپول ساده است. همین نترسی آمپول ساده است. همین نترسی. باشه آقای دکتر من نمیترسم ولی اسمم حمید نیست که. نه خودم گفتم. آقای دکتر زحمت هم یک بخیه بزنی؟ اوه این دیگه کارمانی چی چاکی خوردی بابا خیاطی بگو دوردیزی کنه. آقای دکتر لطفا محکم بزن. باش ببین گوتو خوب بود. آقای دکتر زحمت این پد الکلی هم استفاده کنید. اشتیر بابا پنبه بزن. دریا شورت عزیزم. آقای دکتر من خجالت میکشم. دریا عزیزم ما اینجا چشم دل مسیر از این چیزا زیاد میبینیم. باشه چش بفهم. به چی شیاف تاثیرش از بقیه قرصا بیشتره؟ چون از عقب من همه قافگیری میکنه. ما نمیدونم برای چی به شما میگن دکتر. حالا 4 تا آمپول بزنن دیگه. هیچ وقت قبل تزریق از گوانه خورد. ده چیکار میکنی؟ دارم برای خودم آمپول بزنم. خب بشین ندی همکارت بزنه. قلق باسنمو خودم بلدم.